سلام دوستان، خوش آمدید به کانال بصیر آنلاین تک. اگر شما میخواهید که جیمیل بسازید ولی دقیق نمیدانید کجا شروع کنید، این ویدیو را تا آخر بیننده باشید انشالله خواهد آموخت. در این ویدیو قدم به قدم نشان میدهم چطور یک جیمیل بسازیم و چطور یک ایمیل قوی انتخاب کنیم. یک نکته مهم است که بیشتر مردم نمیدانند جیمیل چیست و چرا استفاده میکنه. جیمیل یک سرویس رایگان از شرکت گوگل است که تقریبا هر کسی که از اینترنت استفاده میکنه یک جیمیل نیاز است، چون به یک ساختن جیمیل شما بسیاری چیزا از مستفید میشوید. مثلا دیدن ویدیو و ساختن کانال یوتیوب، گوگل دراف، یعنی در اونجا میتوانیم که ما شما فایل خود از ذخیره کنیم، در اونجا عکسای خود از ذخیره کنیم، اسناد خود از ذخیره کنیم و گوگل میپس، جور کردن اپل اکانت، جور کردن بعضی موارد زیاد است که ما شما در زندگی خود استفاده میکنیم. بریم سراغ جور کردن حساب جیمیل. دوستا بروید در گوگل کروم یا در کامپیوترتان یا در موبایلتان باز کنین، کریت جیمیل اکانت را کلیک کنین. کلیک کنین، سر پروفایل خود کلیک میکنم. اینجا add another account را کلیک میکنم. منتظر میمانیم که باز شد. دوستا اینجا use another account را کلیک میکنم. اینجا create account انتخاب میکنم. for my personal use، یعنی به خود ما میسازیم، را کلیک میکنم. گزینه اول. دوستا اینجا نام ما خواسته و تخلص ما خواسته. ما اینجا نام خود نوشته میکنیم، مثال محمد. پایینش نوشته میکنیم تخلص خود احمدی انتخاب میکنیم، سر نیکست کلیک میکنیم. دوستا اینجا سال تولد ما خواسته، سال تولد خود نوشته میکنیم، یعنی انتخاب میکنم. به طور مثال 2005 انتخاب میکنم. اپریل مارچ انتخاب کردم، مارچ انتخاب میکنیم، سر کلیک میکنیم. تاریخ 2 به طور مثال بدهی، سر نیکست کلیک میکنیم. دوستا اینجا یوزرنیم خود نوشته میکنیم، محمد نوشته میکنم. ما ایره نوشته کنیم. دوستا اینجا به شماره هم بزنیم، شماره را زدم ما ایره امرش. دوستا اینجا دو دانه به ما گزینه داد، دو پیشنهاد دادم، یکی اولی یکی پایینیش. ما اولیش انتخاب میکنم که تا این به خاطر ازی که نداره. سر نیکست کلیک میکنیم. دوستا اینجا پاسورد خود انتخاب میکنیم. پاسورد باید بسیار قوی باشه. اگر ضعیف باشه کسی میتونه هکش کنه یا کسی میتونه که یاد بگیره زودتر. وقتی که شما وارد میکنید پاسورد خود، ما یک پاسورد خود قوی تر انتخاب میکنم. سر نیکست کلیک میکنید. دوستا اینجا تلفن شماره خواسته تا که بتوانیم پیش برویم. اینجا وریفیکیشن کد میه، یعنی کد سکیوریتی. ما پیش جیمیل دارم دیگه، ما نمیخوایم که به خودم دیگه جور کنیم. این ویدیو به خاطر آموزشی با شما بود. تلفن خودتان وارد کنین، باز پیش برین و یک کد میاد. دو کد اینا وارد، دو کد میاد، کد OTP دیگه وارد میکنین، نیکست میکنین. آن با اگری میزنین، پیش بروید. آن بعد فعال میشه. فعال شد دیگه دوستا میتوانین که از این خوب استفاده کنین. اگر این آموزش براتون مفید بود، ویدیو را لایک و کانال را سابسکرایب کنید. تشکر.